چیه ما به سنسی میخوره به یک مهیجی که ما بوچه تصدق من اینو دیده باشیم بریم سوار چیم ولی دیده نشیم چیز نشد اگه سفر یه چیزش میشه اینا بفراری آخی مثل دفتر شرکت از وسط باز شد همین شد که قدم و کوتاه بگویم خوبه آره منم اونجا میشنم که بچی میخواه خرچه چقدی میخوری بده داره میرون بودو کل ماشین بودو عجله کنید ما رو نبینن پشت ماشین رو بگیرید و سوارشید بودو دیگه زود باش دارم میام سرعت قدم بیشتره آخه این بالاخره اینجوری برای خوشحالی بکنید ولی یک کاری هم نکنید که ما رو ببینن باشه صدا میاد آخ جونم آره یه فیلم دیگه است من میرم یه پاپکورن بگیرم بیام بشین سر جد پسر جد مگه من علف شما هم چیه بگین ببینم چیکار داشتین با من ها؟ ابن پدر جد بزرگ بدبخت شدم بیچاره شدم مایه سری همبرگر خشنگی تموم شده چیکار کنم باید برین دنبال نصب کنم باید برین دنبال آره خودشه بعد برین دنبال این یارو رنگین اینو باید پیداش کنین این همه چیزو میدونه این چی هست باید اینو چیکارش بکنم چیکارش کنیم باید برین اونجا بعد این بنده خدا رو پیداش کنین این همه چیزو میدونه که باید چیکار بکنین برین پیداش کنین این طرف تو ایرانه باید برین به ایران یعنی باید رستوران رو تعطیل کنم ما میریم آقای خرچنگ من که پایم بختم خوشم میبریم من عاشق سفرم من کتاب ایران شناسی هم دارم پاتیک میری اون کتاب راهنما رو بیاری الان میارم اینجا نوشته ایرانی ها خیلی مهمون نوازن معلمانی مثل هنرمند هنرمند وجود دارن که سرزمین ایران جزو قدیمی ترین تمدن های جهانه و اونا خوشمزه ترین غذاهای روی کره زمین رو دارن جاناریه پس آماده سفر به ایران بشید بچه ها رو چشم جونم اینو